در حالی که فعالان حقوق مدنی و زن در انتظار حضور بانوی اول افغانستان در مراسم تألیف رئیس جمهور بودند، رولا غنی در این مراسم در میان حضار حضور یافت و اشرف غنی احمدزی در خطابش به او اشاره کرده و حضور او را در این مراسم اذعان کرد. در این زمان مقالات حاکی از تصمیم خانم غنی به انجام خدمات بشردوستانه برای زنان و کودکان افغان است و بانوی اول دفتر خاص خود را در ارگ خواهد داشت. دلیل بیشتر اهمیت حضور گسترده زنان در حکومت تازه افغانستان موضوع صحبت ما با خانم همیرا ثاقب، مسئول خبرگزاری زنان و فعال حقوق مدنی است که در حال حاضر از استودیوی کابل با ما هستند. خانم ثاقب، سلام به شما. تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا واکنش شما در مورد حضور خانم رولا غنی در این مراسم تألیف و تذکری که آقای احمدزی در خطابه خود به او داشت چی بود؟ سلام بر شما و به همه بینندگان عزیز. حضور خانم رولا غنی در مراسم تحلیف یکی از خوشایندترین نکاتی بوده که در مراسم تحلیف جامعه افغانستان با او روبرو بوده و از اینکه جناب رئیس جمهور از ایشان به نیکی یاد میکنن، سپاسگزاری میکنن، قدردانی میکنن. بله. جامعه فعالان حقوق زن و جامعه زنان افغانستان را بسیار خرسند و خوشنود ساخته به این که لااقل جناب رئیس جمهور جدید به یکی از صحبت‌هایشان و یکی از شعارهایی که در دوران کمپاین انتخاباتی میدادن مبنی بر از که مسئله زنان را در اولویت کاری خود قرار میتن، برای از تعهد خود را نشان دادن. بله. خب خبر تازه امروز امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکاست. موضوع در حال صورت میگیره که زنان افغان اغلب نگران آینده خود بودن و اینکه در مصالحه و مذاکره با طالبان ممکن دستاوردهای از اونا کم رنگ تلقی شود. امضای موافقتنامه در بخش حقوق زن در افغانستان به نظر شما به چه معنا خواهد بود؟ البته امضای توافقنامه نه تنها بر زن افغانستان، بر کل طبیعتاً بر کل جامعه افغانستان تاثیر خود را داره. یک نوید خوشی در قلب تمام مردم به وجود آمده به این مبنا که تمام کارها شروع به روند عادی خود، بر عادی خود برگشته. طبیعتا زن افغانستان از جامعه افغانستان جدا بوده نمیتونه. بله. و همچنان حراست از دستاوردهای 13 سال گذشته زن افغانستان که فعالان حقوق زن سعی بسیار زیاد در به دست آوردن از این دستاوردها داشتن، میتونه یک نقطه امیدی بر از این باشه که در امضای از این پیمان و امضای از این موافقتنامه لااقل دستاوردهای 13 سال گذشته زنان افغانستان حفظ خواهد شد. بله. آقای احمدزی در عین زمان در اولین باری که در میان مردم حضور یافت، البته بعد از اینکه اعلام شد که رئیس جمهور افغانستان شده، از به کار گماردن یک خانم من حیث قاضی در استر محکمه افغانستان تعهد سپرد. به نظر شما زنان افغان تا چه حد خواهان دیدن واکنش و عملکرد سریع حکومت در عرصه رسیدگی و موضوعات مربوط به زنها هستند؟ وجود یک زن در شورای عالی استر محکمه یکی از مهمترین نیازهای زن افغانستان هست، به این دلیل که در جایی که بیشترین صدمه را زن افغانستان متحمل می شد وزارت عدلیه افغانستان بود و وجود یک زن در اونجا که از مهمترین ضروریات زن افغانستان شمرده می شد. در جریان کمپاین های انتخاباتی یکی از خواسته های تمامی فعالان حقوق زن در افغانستان حضور یک زن در شورای عالی استر محکمه بوده و ای که خود جناب رئیس جمهور فعلی به او تعهد سپردن. ما امیدوار هستیم، یعنی ملزم میدانیم حکومت جدید را که به تعهداتی که در دوران کارزارهای انتخاباتی خودشان داشتن به او تعهدات عمل بکنن و ما بی‌صبرانه منتظر از این مسئله هستیم تا ما حضور یک زن را در شورای عالی استر محکمه داشته باشیم. بله، ممنون و تشکر فراوان از حضورتان خانم ثاقب، از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین و برداشت خود را من حیث یک فعال خانم در قبال موضوع ارائه دادین. موفق باشین.